سلام، من هانه شایسته هستم و امروز اومدم با آموزش مواد پروهال مخصوص موهای دکلوره دار که نه تغییر رنگ داشته باشه و یه صافیایی فوق العاده بی‌نظیر بده. موهای مشتریمون همونطور که میبینید پاییناش دکلوره داره، بالاهاش رنگ و نچرال هستش. مواد رو میام از 1 سانت با فاصله از ریشه میزنم، خوب ماساژ میدم و دسته زیریم چون دستم ضخامتش زیادتر از زیر هم مواد گذاری میکنم. کانتور دور سر رو کامل میگم، تمام این ریزا رو میگیرم، خیلی خوب ماساژش میدم. مواد همونجور که میبینید پر میذارم. یه تکنیک مهم که تو موادهای پرحال هستش این هستش که مواد رو پر بزنید. مواد رو کاملا پر میزنم یه جوری که کاملا روی مو حالت سفید و آبی بگیره و اون رنگ مواد کامل روی مو مشخص بشه. بعد با شونه دندونه ریز کل مو رو شونه میکنم، گره هاش رو باز میکنم و باز هم شروع میکنم به ماساژ دادن که مطمئن بشم همه جای مو کاملا مواد خورده.